زینب دکتر سوال کرد که چرا این برادر ما این زینب گفتی صاحب عاشق زینب بود، زینب برازی ندادن، این چه دیوانه شد اینجا آوردنش. فای دل از بیچار سوخت و رفتن چند قدم پیش دیدن یک آدم دیگه دوین شیشته او هم میگه زینب. گفتن این چرا؟ گفتن صاحب برازی زینب دادن. یک نفر صوفی بگویم، یک نفر بزرگ بگویم، سر یک منبر استاد بود، میگفته که خداوند گفته به هر کس که خدا یک دختر بته یک در بهشت بروش باز میکنه. صداقت گفته که مولا صاحب ببخشید همین جنت چند در داره؟ گفت 8 تا. گفت من 12 تا دختر دارم، 4 تا دیگر از کجا باز میکنه؟ از یک پاکستانی پرسان کردن که چرا این بغل گوشت جیل میزنی؟ اینجا چرا چرب کردی؟ گفته که جیل چی از بیادر؟ مرد در بستر مرگ در خانه صاحب دراز کشیده بود، کلی منتظر دیگه که این دفعه این 5 دقیقه بعد 10 دقیقه بعد میره پشت کارش یا در سر خدا بلند کرد. گفت مادر اولادا گفت مستم. گفت اسماعیل گفت بله صاحب پدر جان مستم. گفت محمودم خواست گفت واسم پدر جان. او مایون خواست گفت پدرتان نولد خیلی دوکان کی است؟ یک شوهر بیچاره یک آدم ددان کلکین خانه استاد شده بود، بیرون سعی میکرد. به خانمش گفته که برای چای رم کنم. در بود گفته که آرزو داشتی که تو هم مرد می بودی؟ به زن خود گفت. زنش یک دفعه گریه گرفت گفت نه آرزوی مگوید که خودت مرد می بودی. پسر از پدر میپرسه که میگه پدر جان بین تفنگ و ماشیندار چی است؟ پدرش شد میزنه میگه بچه تفنگ نه مثل ما و تو که گپ میزنیم اینطور است. ماشیندار اون مادرت چند نفر دوست البته در خارجی خارجی است، فکایی فرانسوی است. در فکر کنن آلمان خواستن اینا میله برون، میخواستن اینا صاحب میله برون و آلمانی گفت که من براتون بیر و کولا میارم. ترکی گفت من زغال و منقل و سلات میارم. افغانی گفت من گوشت میارم، گوشت میارم. ایرانی گفت خیمه آب یخ و دوغ میارم. پاکستانی گفت حالی که کلتان چیزی میارین خیمه هم بیادر من میارم. بازم پسری از پدرش پرسان کرد که پدر جان، گفت جان، گفته که آیا در بهشت زنان از شوهرانشان جدا زندگی میکنن یا یک جایی؟ پدرش ترفیزه کرد گفت بچه دیگه او بهشت به بهشت نمیمونه که زنها رو اونجا بانن. یک طفلی از پدرش پرسان کرد که پدر جان فرق بین حادثه و بدبختی چی است؟ مرد فکر کرد و گفته که فرض کن بچه مادرت یک سیاچا مفته، این گفت یک حادثه است. گفت اون از هر کس دور از اینجا بکشید دیگه یک بدبختی بسیار کلمات است. مردی در حال مردن بود، مردی در حال جان کندن بود و خانمش گفته که من خواهش میکنم ازت که بعد از مردن من همراه امسای ما عروسی نکنی. از دست از این من چی کارا در قاضی و من چی طرف و طرف سرگردانی ها کشیدم چی ها زنی گفت آرام من برای آدم دیگه واده کردیم.
زن شاور در آشپزخانه شیشته بودن قهوه میخوردن. یک به زن تو کرد گفت الو امروز چطور سرم سنگین است. شاورش گفت چطور ممکن است یک چیز خالی سنگین باشه؟ خواهر و برادر در درون خانه، خواهر مشغول دوختن امی خشتک پتلون برادر خود بود. ما کنم حرف بد نزدیم، این فکاهی سینما تو آمده، مزدل ما نمیگه میگه پاره. خواهر همیشه خواهرها چرا پتلون برادرای خود پدر خدا یا میدوزن برطوره مصروف دوختن خشتک پتلون برادر خود بود که یک دفعه حسابش خراب شد. پسرم بیادر خود گفت اگه ما زنان نمی بودیم همی خشتک شما را کی میدوخت؟ برادرش گفت اگه شما زنان نمی بودیم ما اصلا به پتلون ضرورت نداشتیم. دو نفر دوست پهلوی هم شیشته بودن. گفتن که زن من اینقدر با استعداد و از جمله نطاق‌هایی است که میتونه سر یک موضوع 3 ساعت گپ بزنه. گفت او بیادر رفیق دیگه گفت او بیادر چی میگی؟ زن من میتونه 5 ساعت صحبت کنه بدون از که کدام موضوعی در ما بین باشه. پرسیدن از زنها، گفتن که خوشبخت‌ترین زن دنیا به نظرتان کی است؟ فکر کردن گفتن بی بی هوا. گفتن چرا؟ گفتن به خاطر کو خشوع نداشت. میگن دو مرد پلوی هم شیشته بودن. یکیش گفته که زن بیادر اگر خوب باشه آدم خوشبخت میسازه و اگر بد باشه آدم فیلسوف جور میکنه. این دیگه گفت بد باشه و فیلسوف گفت اونم موز گرش و کار میکنی میری داشت پس خانه کتاب میخونی بالاخره فیلسوف میشه. یک آدم شرابی سر صبح دمیستر پیش چای صبح گفت زن دیشب کرامات شد. کرامات گفت چی گفت پس چی گفت چطور کرامات؟ گفت امی چند دفعه از صبح از سر شب تا صبح چند دفعه من رفتم تشناب. امی دروازه تشناب که این وا میکردم خودش اتومات امی چراغ روشن میشد. پس که این بسته میکردم پس خاموش میشد. در زنش گریه گرفت خاک در سرت باز رفتی در یخچال شاش کردی. یک دختر جوان لب کلکین شیشته بود. میخوان که در کنج دلم عشقی کسی خانه ندارد. یک چرسی از زیر تیر میشد. تصادفاً یک چرسی گفته کرایی زیاد است کرایش کم که پیدا میشه. با خدا چیزای جور میکنن. سلام از برزیل. یک آدم را میخواستن اعدام کنن. اینو بردن پایدار. یه دفعه روی دور داد به می جلاد صدا کرد. گفته که جلاد بیادر همین مرا شما چرا میخواین اعدام کنین؟ ندم گفت به خاطر که یک پنچه و بر دیگر را. گفت حالا خود نمیشه دیگر را بکشین که یک پنچه و بر من. یک نفر دو تا رفیقا بودن. یک از رفیقا همیشه خندان گفته میفهمی همیشه از من کار احمقانه که سر میزنه من خودم سر خود خنده میکنم. رفیقش گفت او از اون خاطر است من همیشه تو را شاد خندان میبینم. دو پیرمرد در یک پارک شیشته بودن. تصادفاً پیش رویشون یک دو دانه دختر بچه، یک دختر یک بچه آلمانی با یک دیگه میبوسیدن و در دفعه پیرمرد افغانی ما طرف رفیق خسای گفت چی بدبختی زی در روی سرک تو سایکو. رفیقش بسیار آدم حقاق بود. گفت آدم مای اصل هستن نوارسی کردن. مای اصل. رفیقش گفت مای اصل چی است؟ یک لوده ساده آدم. رفیقش بسیار حقاق بود. گفت مثلا چی رقم بر تشریح کنم؟ اصل مای اصل گفت یک بوتلک است. این سرش اصل داره دیگه کلش تقای است.